نفر سرگرمی واقعی هیچ وقت تغییر نمیکنه. اوه یادم نبود. بسیار خوب. قلمراد موافقی که تمرین کنیم؟ بسیار خوب. تو الان فکر کن من فروغم و از من تقاضای ازدواج کن. از من تقاضای ازدواج کن. مدت هاست دنبال فرصتی میگردم تا اون چیزی رو که توی دلم هست و بهت بگم عزیزم. میدونی نمیدونم کی و کجا و چطور عاشق و علاقه‌مند به تو شدم. اصلا چه اهمیتی داره؟ میدونی عشق محبتیه که بی دلیل و بی استحقاق نصیب هر کسی نمیشه. آیا تو حاضری به رحمت این عشق و با نگاه عاشقانم آشیونمون رو با هم بنا کنیم عزیزم؟ مدت هاست دنبال نه این حرفا رو تو کی یاد گرفتی؟ اینا رو تو سینما یه بازیگر بیمزه میگفت یاد گرفته. مال فیلم بوده ها؟ خب اب نداره این همینا رو قلمراد به فروغ میگی. اینه کدومه؟ همینایی که الان گفتی یا دیگه؟ کی گفته؟ تو همین الان همینایی که گفتی و عینشو همینایی که مال فیلم بود به فروغ میگی. قلمراد یادش رفتی. اب نداره یه بار دیگه از من تقاضای ازدواج کن. یادت میاد الان تقاضا کن. بیا زن من شو بریم با ملیون زندگی کنیم.